توسط منابع دیگر سنجیدن درستی معلومات مقامات حربی روسیه و اوکراین درباره تلفات و پیشروی‌هایشان در میدان جنگ امکان ندارد. وزارت مدافع اوکراین صبح 2 مارت خبر داد که از 24 فوریه تا صبح 2 مارت تلفات نیروهای روسیه 5840 نفر را تشکیل داده. نیروهای اوکراین در این مدت تا 211 تانک، 862 ماشین زیر پوش، 85 توپخانه، 40 شبکه آتشانداز ریاکتیوی، 9 شبکه ضد هوایی، 30 هواپیما، 31 چرخبال، 355 ماشین حربی، 2 کاتر، 3 هواپیمای بی‌سرنشین و 60 سیسترن سوزشواری ارتش روسیه را نابود کردند. ایگور کناشنکوف نماینده وزارت مدافع روسیه خبر داد که نیروهای روسیه شهر خرسون را در جنوب اوکراین پوره اشغال کرده راه نیروهای اوکراین را به سوی بحر آزوف پوره بستند. کناشنکوف گفت نیروهای روسیه از شروع عملیات مخصوص حربی در اوکراین به 1502 انشاءات حربی این کشور حمله آورده، از جمله 52 بنگاه فرماندهی و علاقه، 38 شبکه زینیتی اس-3 بوک و اسا، 51 ایستگاه رادیولوکاسیونی را هدف قرار دادند. او افزود نیروهای روسیه در این مدت 58 هواپیما، 472 تانک و ماشین‌های دیگر زیر پوش، 62 شبکه آتشانداز ریاکتیوی، 206 توپخانه و مینامیوت، 336 ماشین‌های حربی و 46 هواپیمای بی‌سرنشین اوکراین را نابود کردند. روز 1 مارت نیروهای روسیه مناره تلویزیونی را در کیف ضربه زده مانع کار چندین شبکه تلویزیونی و رادیو شدند. وزارت مدافع روسیه گفت هدف این ضربه نقطه‌هایی بود که خدمات امنیت اوکراین برای جنگ اطلاعاتی به ضد روسیه استفاده می‌برد. صبح 2 مارت شهر ایرپین در کناره‌های غرب کیف پایتخت اوکراین و همچنین خارکوف دومین شهر بزرگ این کشور هدف بمباران قرار گرفتند. نیروهای روسیه چند روز باز تلاش دارند خارکوف را بگیرند ولی تا حال به این شهر دست نیافتند. والی ولایت ویتالی کیم خبر داد که در منطقه بالوونی دسانت ارتش روسیه فرود آمده است و به این دلیل در شهر نیکولایف ساعت کماندانتی را جاری کردند. کیم گفت جنگ‌ها در کالینکوف ادامه دارند ولی نیروهای روسیه در نیکولایف نیستند. این شهر در 100 کیلومتری شمال و غربی خرسون جایگیر شده است. درباره به دست نیروهای روسیه افتادن شهر بندری بردیانسک گزارش‌ها به دست می‌رسند ولی شهر نیز بندری ماریوپول که در فاصله 75 کیلومتر از بردیانسک قرار دارد با وجود 2 روز باز در محاصره قرار گرفتنش به مقاومت ادامه می‌دهد. شهردار ماریوپول وادیم بویچنگ گفت نیروهای روسیه به بمباران شهر ادامه می‌دهند و در نتیجه حمله‌ها زیربنای ماریوپول خراب شده، کشته و زخمی‌ها خیلی زیادند ولی به دلیل ادامه بمباران آنها را از کوچه و خانه‌ها گرفتن نتوانسته ایستادند.